سلام، من لونا هستم. اینجا میان صدرهاست، جایی برای مکث، برای نفس کشیدن لابلای کلمه ها و شنیدن آنچه کتاب ها آرام و آهسته در گوش دل میگویند. اگر آماده ای، بیایید با هم میان صدرها قدم بزنیم. شازده کوچولو دیگر فقط مسافر سیاره ها نیست. او در زمین قدم میزند، اما زمین هم برایش غریبه است. گلهای زیادی میبیند و دلش میلرزد. میفهمد گلی که فکر میکردی یگانه است، تشابههای زیادی دارد. برای اولین بار احساس تنهایی سنگین‌تر از قبل میشود. کنار چمنها مینشیند، ساکت، بی اشک. دلش میگیرد، نه از زیادی گلها، بلکه از این فکر که شاید آنچه دوست داشته آنقدرها هم خاص نبوده. زمین با همه بزرگیش ناگهان برایش سرد و بیروح می شود. صدایی می آید، نه بلند، نه ناگهانی. یکی می گوید سلام. روباه است، چشمهایش هوشیار و دلش پر از دانستن. شازده کوچولو تعجب نمی کند. شازده کوچولو به چیزهای عجیب و غریب عادت دارد. روباه می گوید مرا اهلی کن. شازده کوچولو می پرسد اهلی کردن یعنی چه؟ روباه لبخند می زند. این لبخند کسی است که مدت هاست منتظر این سوال بوده. روباه آرام و با صبر و حوصله توضیح می دهد. اهلی کردن یعنی پیوند ساختن. یعنی از میان هزاران یکی را انتخاب کردن. یعنی منتظر ماندن. یعنی دل بستن. بی هیچ تضمینی. دوباره روباه میگوید باید صبور باشی. هر روز کمی نزدیکتر. هر روز کمی آشناتر. دوستی عجله را دوست ندارد. دل با زمان باز می شود. روباه ادامه می دهد. اگر مرا اهلی کنی، دنیا برایم عوض می شود. صدای قدم ها دیگر فقط صدا نیست. نور گندمزار رنگ تازه‌ای می گیرد. چیزی که اهلی شده خاص‌تر می شود. با حرفهای روباه ناگهان شازده کوچولو به یاد گلش می افتد. می فهمد آن گل به خاطر توجه و مراقبتش خاص و یگانه شده بود. نه به خاطر ظاهرش، بلکه به خاطر وقتی که برایش گذاشته شده بود. روباه پیش از خداحافظی راز بزرگش را می گوید. فقط با چشم دل می توان درست و حقیقی دید. آنچه اصل است از چشم سر پنهان است. شازده کوچولو این جمله را برای همیشه به خاطر می سپارد. دیگر زمان جدایی فرا رسیده. دیگر وقت رفتن است. روباه غمگین است اما پشیمان نیست. دوستی همیشه مقداری دردناک است، اما خب ارزشش را دارد. روباه می گوید تو همیشه مسئول آن چیزی باقی میمانی که اهلیش کرده ای. شازده کوچولو دوباره تنها می شود. در سکوت شب مار ظاهر می شود. صدایش آرام است، اما حرفهایش سنگین و سرنوشت ساز. شازده کوچولو نگاهی به مار می کند و می گوید تو عجیب ترین موجودی هستی که تا به حال دیدم. نه پا داری، نه دست داری، نه صدای خاص داری. اما انگار دانایی، انگار همه چیز را می دانی. مار پاسخ داد چیزهای مهم همیشه بی صدا می رسند. من از سرزمین هایی می آیم که چشمها توان دیدنش را ندارند. شازده کوچولو می گوید شبها چرا انقدر سنگینند؟ انگار آسمان هم دلش گرفته. مار پاسخ داد شب برای کسانی است که چیزی را گم کرده اند. تاریکی فقط یادآوری می کند که دل هنوز راهی برای رفتن دارد. شازده کوچولو با چشمهایی به‌زده و صدایی لرزان می گوید بازگشت درد دارد. مار نجوا می کند که نه، درد ماندن بی ریشه است.
بعضی سفرها پایان نیست، بلکه آغاز یک راه بزرگ است. شازده کوچولو سکوت کرد. مار گفت اگر دلت برای ستاره‌ات و سیاره‌ات تنگ شده، به آسمان نگاه کن. بعضی پیوندها فقط در شب دیده می شود. شازده کوچولو می داند زمان بازگشت نزدیک است. دلش برای گلش تنگ شده و همینطور برای سیاره کوچکش. او آماده رفتن است. حتی اگر رفتن به معنای خداحافظی با همه چیز باشد. راوی و شازده کوچولو کنار هم راه می روند. ستاره ها بیشتر از همیشه می درخشند. شازده کوچولو می گوید ستاره ها از این به بعد لبخند می زنند. لحظه جدایی می رسد. بی گریه، بی هیاهو. فقط یک درد خیلی آرام. در دل کسی که دوستش داشته. شازده کوچولو می رود. اما چیزی از او برای همیشه می ماند. یادآوری این که زندگی با دل معنا پیدا می کند و کودک درون اگر فراموش نشود ما را نجات خواهد داد. اپیزود دوم شازده کوچولو 50 صفحه دوم همینجا به پایان رسید. خیلی خوشحالم و خیلی مفتخرم که تا اینجا همراه من بودید. خیلی خیلی دوستتون دارم. شبتون پر از ستاره باشه. راستی هر کتابی که دوست دارید برای من کامنت کنید تا براتون تفسیر و خلاصه کنم. تا دیدار بعد، بدرود.